مسئولین افغانستان برسانند و روی هر موضوعی که میخواهند بحث بکنن، صحبت بکنن، پیامی داشته باشن. حتی در مورد برنامه ما اگر پیشنهادی دارن و یا انتقادی دارن میتونن که آزادانه اما با در نظر داشته ادب و احترام صحبت‌های خود را مطرح بکنن. فقط تقاضای ما یا خواهش ما از بینندگان عزیز این است که در خلال صحبت‌هایشان بدون ذکر نام هیچ کسی تا هیچ کسی را جریحه دار نسازیم، شخصیت هیچ کسی را، بدون گرفتن نام شخصی معین هر چیزی که میخواهید روی هر موضوعی که میخواهید بحث بکنید. مهم این است که موضوعات مرتبط با افغانستان باشد، چون برنامه قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان هست. قبل از اینکه بریم به سراغ تماس های شما، کلیپ مدارم میخوایم کلیپ را با هم ببینیم و بعد از کلیپ انشاءالله تماس های شما عزیزان را خواهیم گرفت. در این کلیپ البته شما مشاهده میکنید که برخورد نیروهای انتظامی جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران با برادران افغان در ایران چگونه هست. من از کارگردان برنامه احمد جان عزیز میخواهم که بیاد روی مانیتور من تا این کلیپ را با هم ببینیم. احمد جان بیا روی مانیتور من. بیا کلاغ‌بر بیا به سمت من سریع. شما برپا همه یک ضرب بشین. کلاغ‌بر دوباره برو تونته. کلاغ‌بر برو تته. بدو سریع. برپا یک ضرب بشین. برپا یک ضرب بشین. برپا. تو کلاغ‌بر بیا. تو کلاغ‌بر بیا به سمت من سریع. کلاغ‌بر بیا یک ضرب پیشی. برپا. بیا بیا گوساله بیا. برو گم شد تو جمع. برو تو گم شد تو جمع. برو خطی اینا. برو. همه رو به من. همه رو به من. همه رو به من. رو به من همه. خب حالا دستا رو همه اینجوری کنن. بیاین پایین احترام بگذارید. نه نشین گوساله. همینجوری زانو اینجوری بیا پایین احترام بگذارید. دوباره صاف شید احترام بگذارید. همه با هم. همه خمشن. همه خمشن. احترام. همه احترام. صاف بشین. بشین زمین. حالا برپا. یک ضرب بشین. برپا. یک ضرب بشین. برپا. خب همشری من آدم خوبی هستم یا نه؟ نه خوب هستم. خوبم؟ منو دوست داری همشری؟ دوست دارم. دروغ نگیا. نه دروغ نگم راست. من بچه خوبی ام؟ بله. اذیتت که نمی کنم. نه اذیت نکنم. آفرین. من بچه خوبی ام همشری؟ بله راضیم. راضی هستی از من؟ بله. منو دوست داری؟ بله. دروغ نگیا. نه خواهش. تو چطور همشری منو دوست داری؟ بله بله. خیلی آدم خوبی ام؟ بله بله. منو دوست داری؟ بله چون. خب همشری من راضی هستم. منو دوست داری؟ منم تو رو دوست دارم همشری. خیلی بچه خوبی هستی تو. من راضی هستم. راضی هستی ها؟ چند سالته؟ 18 سال. 18 سال؟ چند وقت ایرانی؟ نمانده من اون دفعه بار اول بود آمدم. بار اولت داری میای؟ از کجا دستگیرت کردن؟ خب روزی. همشری حالا همه با هم بگین سرکار دوستت داریم. سرکار دوستت داریم. یک بار دیگه بگین. سرکار دوستت داریم. یک بار دیگه. سرکار دوستت داریم. خب همشری چی؟ برو گم شد از چی تو. یک بار دیگه بگین. آفرین من هم شما ها رو دوست دارم. یک ضرب بشین. برپا. یک ضرب بشین. برپا. حالا یه بار دیگه بگین. بلند. آفرین من هم شما ها رو دوست دارم. تشکر احمد جان. خب بیننده های عزیز، این نمونه خروار هست که دلالت می کند بر تعامل یا برخورد پلیس ایران، عساکر انتظامی ایران با برادران
افغان. اینها کسایی هستند که از فقر و بیکاری و تنگدستی و ناامنی مجبور شدند که خانواده های خود را بگذارند، پدر و مادر خود را بگذارند، به خاطر یافتن یک لقمه نان حلال با حوالی کف دست خودشان البته میروند به ایران تا اونجا مزدوری بکنن و برای خانواده های خود معاش یک وقتی آنها را مهیا بکنند. خب اینها رفتن و این گونه دستگیر شدن. این آقا هم از یک سو آنها را تعذیب و شکنجه می کند و از سوی دیگر آنها را مجبور می کند که برای احترام پیش او سرخم بکنند و سپس آنها را مجبور می کند که بگویند سرکار دوستت داریم. بدون شک این یک نمونه هست. یعنی ما از بیشتر صدها کلیپ دیگر در رسانه ها و حتی در صفحات مجازی فیسبوک، یوتیوب و غیره ما شاهد هستیم و میبینیم که پلیس ایران، عساکر انتظامی ایران، نیروی انتظامی ایران با افغان های مهاجر در ایران چگونه برخورد میکنند و از سوی دیگر آمدن در افغانستان به نام اخوت و برادری به خاطر فریب دادن و غافل ساختن اهل سنت دارن فعالیت میکنن، دین و مذهب باطل خود را ترویج میدهند. اگر اخوت و برادری مثل که آنها ادعا میکنند در این ادعای خود صادق هستند، راست میگویند، واقعا میخواهند که اخوت و برادری میان ما و آنها قائم باشد، پس جرم این افغان های مسکین و بیچاره چی هست که از تنگدستی، از فقر، از ناامنی مجبور شدن بروند به ایران تا کار بکنن، زحمت بکشن، عرق بریزانن تا برای خانواده های خود یک لقمه نان پیدا بکنن؟ آیا تنها به خاطر همین جرم با برادران خود این گونه برخورد میکنید؟ آیا این همان اخوت و برادری است که ادعای آن را در افغانستان دارید؟ خب این نمونه از خروار هست. من زیاد وقت شما را نمیگیرم. از احمد جان عزیز میخوام که شماره برنامه را زیرنویس بکنن. بیننده های عزیزی که میخواهند روی موضوع کلیپ یا هر موضوع دیگری که خودشان میخواهند، المهم مربوط با افغانستان باشد، تا چون برنامه قلبی آسیا ویژه برنامه افغانستان است، مربوط افغانستان هست، روی این کلیپ یا هر موضوعی که خودتان خوش دارید میتونید تماس بگیرید و صحبت بکنید. اولین بیننده را ما میگیرم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، سلام علیکم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و ادب دارم و عرض احترام دارم خدمت تمام کارکنان شبکه جهانی وصال حق، به خصوص شخصیت بزرگوار ما جناب رحیمی صاحب. و علیکم السلام. سلام خدمت دوستایی که بیننده برنامه شما هستند و برادرانی که در پشت صحنه هستند. من بسیار خوشحال هستم و به خود می‌بالم که در خدمت شما و برنامه شما هستم جناب رحیمی صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز خودم معرفی نکردید و از کجا تماس گرفتید؟ الحاج میر عبدالسلام هستم، میر عبدالسلام سادات، از ولایت پروان افغانستان با شما مخاطب هستم. خوش آمدید بیننده عزیز. بفرمایید روی چه موضوعی میخواید صحبت بکنید؟ موضوعاتی که در افغانستان و در مملکت افغانستان میگذره همه‌شان واقعا دردآور هستند، همه‌شان قابل رنج هستند، همه‌شان قابل تأسف هستند. ما در یک نقطه خودم متمرکز می‌سازم که هرگاه که افغانستان یک دولت داشته باشه، هرگاه یک حکومت داشته باشه، اگر پارلمانی داشته باشه و اگر مرجع باشه که دردها و رنج‌های مردم افغانستان حداقل بپرسه که افغانستان بعد از اینکه 3 دهه جنگ گذشتانده با مشکلات و با بسیار پرابلم‌ها، با بسیار آوارگی‌ها، با بسیار درد و رنج‌هایی که متقابل شده که پدرها بی پسر شدند، پسرها بی پدر شدند، به نام جهاد افغانستان از مردم افغانستان قربانی بسیار کلان گرفتند، جهاد کردند، برای خداوند جهاد فی سبیل الله کردند. ولی که متاسف است که با گذشت قدر پرابلم‌ها و آوارگی‌ها و جنگ‌های داخلی و جنگ‌هایی که از طرف همسایگان ما به ما تحمیل شده، بله،
هنوز هم این کشور تافیرا زعیمی نداره، تافیرا حکومتی نداره. بجاست اگر بگوییم که پرسشگری نداره و بازخواستگری نداره. این کلیپ فرموده پیشتر خود که مش نمونه خروار است. به این معنا که اگر که ما حکومت داشته باشیم، اگر دولت داشته باشیم، اگر این مردم بالای قدرت و بالای چوکی بین هم نیفتند، مردم افغانستان چیز ضرورت داره که پشت یک دښمنان بالای به طرف یک کشوری بره که حداقل در او کشور به نام انسانیت و به نام اسلامیت و به نام معاشرت و به نام کرامت انسانی چیزی وجود نداشته باشه. من اینجا شاهد بودم و بیننده این کلیپ شما بودم که چقدر آدم پیش یک پلیسی که فرض مثال از جمهوری اسلامی ایران است و خود اسلامی هم میدانه، اینا کلمه طیبه را خواندن، اینا مسلمان هستند، از مجبوری به این کشور آمدن. البته شرایطشان تنگ است یا بالاخره فقر و گرسنگی دامنگیر از جا شده. این اما مسائل باید کی جواب بده؟ این باید دولت افغانستان جواب بده. دولت افغانستان یک وزارت نام نهادی داره به نام وزارت امور خارجه. بله. اگر دولتمندای ما واقعا معنای وزارت امور خارجه رو بفهمند، میفهمند که اینا به سطح جهان سفارتخانه دارن، به سطح جهان باید از حقوق اتباع افغانستان در اون کشورها مثل تابعیت کشور خودشان باید پذیرایی شود. کسی که به اون کشورها میره باید گل سر سبد باشه، نه ای که در یک پاسگاهی که مربوط به جمهوری اسلامی است بالای از اینها او قسم حرکات انجام بدن، او قسم امروز از اینا مکالمه داشته باشن. این خلاف عرف بین‌المللی است و ما همین لحظه که با شما گپ میزنم بسیار درد و رنج مردم افغانستان میخوایم درس‌های مختلف، چی در عرصه نظام، چی در عرصه اجتماعی، چی در عرصه اقتصادی، خصوصا اقتصادی که همین لحظه ما شما نمونه را دیدین. واقعا تاسف میکنم به دولتمندان افغانستان، واقعا تاسف میکنم به پارلمان از این کشور، واقعا تاسف میکنم به کسایی که خود زعامت میتن و زعیم از این مملکت میدانن. واقعا تاسف میکنم که بالای خود نام اسلام ماندن. واقعا تاسف به اون جهادی که اینا 14 سال در مقابل روس کردن. واقعا تاسف به خاطر از که مردم ما، من نمیفهمم که تا چه وقتی وضع ادامه خواهد یافت. واقعا خیلی تاسفناک است. واقعا خیلی تاسفناک است. بله ادامه بتین بنید عزیز. امیفینا که ما با شما صحبت میکنم، زعامت افغانستان که نامشون من نمیگیرم و اونا خودشان میفهمن، شاید امید رقم ما را بشنون. بله. که دارای مشاورینی هستند، دارای امیال در سطح افغانستان ما شورای عالی صلح داریم. شورای عالی صلح، شورای صلحانه، شورای عالی صلح. بله. اینا با دشمنان افغانستان به تفاهم باشن که این بدبختی که در افغانستان است اینمی ختم شود. ولی یک بودجه را از مال بیت المال یا مصرف میکنن، دستاورد هم هیچ خطر ندارن. یا مشاورینی که در رده دوم دولت قرار دارن تقریبا به 100 مشاور میرسن. آیا هر کدام از این خود دکتر و انجینیر میگیرن؟ اینا اینقدر مشاور ضرورت دارن، یعنی در حکومتداری هیچ تجربه ندارن و هیچ اینا چیز را نمیفهمن که حداقل بتونن مردم خود منسجم بسازن، حداقل درباره پالیسی وطن خود پلانی داشته باشن، حداقل بسنجن که تعریفی از دوست دشمن داشته باشن، بالاخره بسنجن که ما خو به نام آرامی مردم افغانستان، به نام رضای پروردگار، به نام چیزی که خدا و رسولش فرموده ما قسم خوردیم، ما چه قسم میتونیم از کدام طریق میتونیم که به این مردم مصدر خدمت شیم، نه ای که فقط هم شوکی خودش کنیم، نه فقط که مواظب پولهای خود در خارج باشیم، نه تنها که مواظب چوکی و مقام و معامله‌گری های داخل دولت باشیم. این ما براتون میانه میگم که از برای خدا این وقت تا چه وقت دوام کنه؟ ما تا چه وقت نوکر کشورهای همسایه باشیم؟ ما تا چه وقت آواره و چی باشیم؟ بیچاره باشیم؟ تا چه وقت بیوزن ما دست گدایی به طرف مردم دراز بکنه که من نانستو بشاش خود ندارم؟ واقعا قابل تاسف است، واقعا قابل پشیمانی و قابل به نهایت یک معضل کلان است. واقعا خیلی تاسفناک است. میخواستن که هر انقلابی که در افغانستان بگذره این انقلاب به نفعشان تمام شود، بتونن که اینمی درد دارن که در دوران جهاد به اصطلاح جهاد نام نهاد کشیدن اینا رهایی بیافن، ولی هر رئیس جمهور یا هر پادشاه یا هر زعامتی که در افغانستان میاد پیشترتر پای خود در گلوی مردم غریب و بیچاره مندازه. اینمیان جهانیان خبر دارن و شما هم از طریق رسانه‌ها خبر دارید که وضعیت مردم افغانستان درست نیست، کار نیست، جوانای ما از وطن فرار هستند، غرق در دریا میشن، اولادایشان از پیشان زایی میشه،
حتی که انی گفتنشان خوب نیست، تن به کارهای مفضل میتن، تن به خودفروشی ها میتن تا که پیسه مصرف خود پیدا بکنن. این چه رقم مملکت است؟ این چه قسم اداره است؟ این چه قسم زعامت است؟ نامشان کشور اسلامی است. بله، تشکر میکنم برادر عزیز میر عبدالسلام عزیز، تشکر میکنم. واقعا این دردهایی که شما اشاره کردین، تک تک ملت افغانستان از این دردها رنج میبرد. بیننده های زیاد پشت خط داریم، اجازه بدین بیننده های دیگری را هم بگیریم، صدای گرمی آنها را نیز بشنویم. تشکر از تماستان. تشکر از شما و تشکر از برنامه بسیار تشکر. خداحافظتان. خب بیننده های عزیز، این نمونه‌ای بود که یکی از فرزندان ملت افغانستان از درد و رنج های صحبت میکرد که مجبور میشن ملت افغانستان، قسمی که در کلیپ ما دیدیم، به ایران میروند و در آنجا چگونه مورد استقبال قرار میگیرند. متاسفانه بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم آقای رحمی. سلام به شما، سلام خاص به بینندگان شبکه جهانی و صالح. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خوش آمدید. خودم معرفی میکنید، از کجا تماس میگیرید؟ بله بله مثل که صدای بیننده را من ندارم، مشکلی اینجا هست یا آن طرف هست. بیننده عزیز لطف نمود اگر دوباره تماس بگیرید بهتر خواهد شد. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خودی برنامه میخواستم صحبت کنم. بله بفرمایید. خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ من عایشه هستم. بله خواهر عایشه بفرمایید. از خوزستان تماس. حال شما خوبه؟ تشکر میکنیم از برنامه خوبه. خواهش میکنم. من یه مدت تو عربستان زندگی میکردم. آقای انصاری که از دوستان شما هستن، شبکه وسال. بیننده گرامی، برنامه قلب آسیا است. اگر در مورد افغانستان صحبتی داشته باشید بهتر خواهد شد. تشکر میکنم بیننده عزیز. فکر میکنم شما از موضوع برنامه خارج شدید. قبلا هم یادآور شدم که برنامه قلب آسیا است، ویژه برنامه افغانستان. روی موضوعات افغانستان اگر صحبت داشته باشید بهتر خواهد شد. بیننده قبلی ما دیدیم که آقای عبدالسلام از پروان افغانستان در مورد مشکلات و تنگدستی های ملت افغانستان می گفت و دولت افغانستان را متهم می کرد که اصلا چیزی به نام دولت آنجا وجود ندارد، نه به مشکلات ملت می رسد و نه در قضایای خارجی کشور کاری می کند. قسمی که افغان ها در ایران مورد ظلم و تعدی قرار می گیرند، نه صدای آنها را کسی بلند می کند. خب بیننده بعدی را می گیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم و رحمت الله. احمد جان. بله، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد رحیمی عزیز، عبدالظاهر هستم از افغانستان گپ می‌زنم. برادر عبدالظاهر از افغانستان، خوش آمدید بیننده عزیز. بفرمایید روی چه موضوعی میخواید صحبت کنید؟ استاد رحیمی عزیز، استاد رحیمی عزیز. بله 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 میشنم صدای شما را. بفرمایید. استاد از شما بسیار زیاد تشکر، از برنامه بسیار چیزتان بسیار زیاد تشکر که به صدای ما ملت افغانستان شما به گوش مردمان مسئول و کسایی که صدای ما را نمیشنوند میرسانید. بسیار زیاد از شما سپاسگزاری میکنیم. خواهش میکنم. دیگه مسئله افغانستان کشور ما شما خودتان خبر دارید، از ایران است، از افغانی است. شما میفهمید کشور ما از سالهای متمادی داخل جنگ داخلی، جنگایی است که از طرف دشمنان اسلام، از طرف دشمنان وطن چی میشد، دامن زده میشد. خصوصا جنگی که در بین طالب و بین دولت است. این نظام سیستم جور کردیم یعنی خارجی ها با یک سیستم نظام جور کردیم که هر گروه که گم شده، مثلا طالب گم شده، یک گروه دیگه پیدا میشه، یک گروه دیگه. به خاطر برقمی هست که باید انتقاد مسلمان طرف دولت باشه.
سی تا تلویزیون در یک کشور اسلامی، یک کشوری که چند میلیون شهید داده، چند میلیون مردم خلط و بیوه شده، چقدر مردم قتل شده در زمان روسا و بعد از این دیگه به یک کشور هیچ یک برنامه، هیچ یک فرهنگی که یا چی میکنن تقدیم میکنن هیچ قابل پذیرش نیست. و می اساس است که میتونن دشمنای وطن میتونن که انگیزه ها بدن و مردم علیه یعنی درگیری بین ملت افغانستان پسند. دیگه ما شما بسیار تشکر میکنم برادر عبدالظاهر دایی. شما با گوش مردم میرسن بسیار زیاد تشکر میکنم. دیگه آمادگی نداشتم قبلا از برنامه‌تان که موضوع چی بود و یعنی را برای مردم افغانستان پیام نیست که پیام میشنوید. بله میشنوم، بفرمایید. میشنوید؟ بله. پیام می است که به لیاز خدا دیگه در افغانستان بیوه زیاد شد، یتیم زیاد شد، مادرها بی فرزند شدن. دیگه برای دولت امیر میگم امی انگیزه هایی که دشمن میته و علیه هم برادرکشی میکنن، علیه یک دیگه میزنن، علیه امی انگیزه ها را گم کنن، به لیاز خدا امی انگیزه ها را گم کنن. شما نگذارید دیگه فساد حکومت باشه، دیگه شما نگذارید تلویزیون هایی که بسیار موضوعات مستقل در کشور. بله، متاسفانه تماس برادر عبدالظاهر قطع شد، اما صحبت هایشان نیز دلالت و نمایانگر دردهایی بود که ملت افغانستان از چندین دهه دارن میکشن. بیننده بعدی رو میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز خود معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ تشکر. محمد شفیع امینی از هرات باستان صحبت میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همکاران تخصیصی شما و تمام کارکنان شبکه جهانی وصال حق و همچنین بیننده های شبکه جهانی وصال حق. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محمد شفیع جان امینی، یکی از بیننده های دائمی برنامه قلب آسیا. البته ما سعی میکردیم در برنامه‌های گذشته همراه طرح موضوع تماس‌های شما را داشته باشیم، متاسفانه وقت زیاد اجازه نمیداد، بیشترین تماس‌ها را نمیتونستیم بگیریم. به او خاطر ما یکی از برنامه‌های قلب آسیا را در ماه برای بینندگان عزیزی برنامه قلب آسیا تخصیص دادیم تا از این طریق صدای خود را بلند بکنند، صدایشان را بکشند و ما انعکاس دهنده صدای آنها باشیم. امیدوار هستم که بیننده هایی که تماس میگیرند در مورد موضوعات مربوط با افغانستان، موضوع با برنامه اگر صحبت بکنن بهتر خواهد شد. بفرمایید محمد شفیع امینی، در مورد چی میخوای صحبت کنید شما؟ تشکر. من جا دارم سپاسگزاری بکنم از شبکه جهانی وصال حق که امروز همه قدر زحمت کشیده چنین برنامه ساخته که ما بتانیم صدای خود از داخل هرات بتانیم صدای خود به مرکز افغانستان و به کل دنیا برسانیم. چون رسانه هایی که در داخل هرات هست ما نمیتونیم از این طریق صدای خود به مرکز برسانیم، با مشکلات میتونیم صدای خود بلند کنیم. و امروز رسانه وصال حق هست، جهانی هست، صدای ما به کل دنیا انعکاس میکنه و همه میشنوم، حتی مسئولین میشنوم، کسایی میشنوم که شاید تا به حال صدای ملت مظلومیت این افغانستان را به گوش از اینا به هیچ طریقی نرسیده باشه. این برنامه میتونه صدای ما رو برسانه. دوستا همه به نوبه خود صحبت کردم. من میخوام ارتباط به مشکلاتی که در داخل افغانستان هست، ناامنیایی که در داخل افغانستان هست، میتونیم بگیم مشکلات اقتصادی که در داخل افغانستان است که از این مردم بسیار رنج میبره که تا به حال هیچ کس نیست به فکر به حال از این ملت افغانستان بکنه. ما میتونیم در این فقط در رهبرای افغانستان دو کسی که اینا در انتخابات برای مردم وعده بسیار زیاد دادم که ما چه کار میکنیم، فلان میکنیم، برای شما چه خدمت میکنیم. من خودم از هرات برای شما صحبت میکنم. من میخوایم که این دو رهبری که به هرات آمدم از میدان هوایی هرات، که وقتی اینا به میدان هوایی هرات داخل شدم تا به استادیون هرات، تا به جایی که اینا رو مردم با پای سخنرانی های از اینا میشید، اینا رو مردم به سر دستاخ و گل به سر از اینا میرختوندن و اینا رو استقبال کردن، اینا رو به هرات آوردن، برای از اینا رای دادن، اینا برای مردم وعده های بسیار زیادی دادن. ولی متاسفانه که به هیچ وعده خود اینا در برابر ملت افغانستان ادا نکردن و در برابر مردم هرات هم اینا وفا نکردن. امروز هر کسی که اینا در جای مقرر میکنن فقط مشت آهنین از اینا تن میآید بر سر مردم مظلوم افغانستان. اینا فقط همون کسایی که مقرر میشن یا به عنوان وزیر معرفی میشن یا به عنوان
دیگه برای شما بگم مشاور معرفی میشم، یا به عنوان قماندان، یا به عنوان ولسوال، یا به عنوان فلان و فلان. شما میفهمید که پستای زیادی هست که در افغانستان اینا را مقرر میکنن. اینا فقط به خاطر همین هستند که در هر اداره که اینا مقرر شدن، رئیس جمهور اگر از تیم رئیس جمهور باشه رئیس جمهور راضی بسازه، اگر از تیم رئیس اجرایی او بتانه راضی بسازه به طریقی که در همون پست خود بمانه. ولی هیچ به فکر مردم نیستم که من در این شهر مقرر شدم، من بین همین شهر از مردم از من دفاع کردم، من میخوایم که من برای از این مردم کار بکنم. ولی مار شده با آستین مردم را پیدا کرده و هر روز مردم را نیش میزنه که از این نیه ما بسیار رنج میبریم. که ما گفتم بیشتر برای شما که من میخوایم که از موضوعاتی که در افغانستان هست، دوستایی که بعد از من تماس میگیره، هر کس که این مشکلات ولایت خود بیان بکنیم. با مرکز ما مرکز هیچی به قصه دیگه ولایات نیه، فقط همه چیز ولایتایی که اینا با کشورهای همسایه مرز دارند، پیدا دارند، گمرکات بسیار خوبی دارند. وقت خود مسئولین مرکز به فکر همینم که همون مالیه بگیرن، دیگه چیزار بگیرن، فقط پول را انتقال دن به مرکز. ولی هیچ به فکر ملت افغانستان نیستن اینا، به فکر همین حتی مردم هرات نیستن اینا. ما دو مرز داریم در شهر خود، مرز ایران هست، ترکمنستان هست یا ترکمنجی که باید اسلام میگیم او هست. ولی از این دو مرز سرازیر میشه، پول زیاد سرازیر میشه، این پول همه انتقال میخوره به مرکز. ولی هیچ به فکر مردم هرات نیستن. فقط مسئولینی هم که در هرات مقرر شدن اینا هم به فکر همین هم که رئیس جمهور از اینا راضی باشه و هر چند وقتی هم از نماینده های از دیگه بیشو کنار از افغانستان جمع میکنن، یک تقدیرنامه هم به دست از اینا میدن که بریم فلانی تقدیر کنیم که این خوب کار کرده، سفیر بالا برده، مالیات رو بالا برده، پول اور بالا برده. این جنایاتیه که به حق مردم هرات میشه. من میخوام که امشب که شما برای ما وقت دارین که ما تماس بگیریم، من میخوام که صدای ملت هرات که نمیتونم که به رسانه شما چون بیننده بسیار زیاد داره که نمیتونم صدای خود بلند میکنم، من صدای از اینا رو بلند میکنم که هرات به اوجی رسیده که هر کس مشت آهنین داره بر سر فرق مردم هرات میسوزه. این صدا چی وقت میخوایم بلند کنیم؟ کسانی که در مرکز هستیم اگر صدای ما رو میشنویم، اگر نماینده های ما هستیم که در مرکز افغانستان هستیم، اگر صدای ما رو میشنویم، به خاطر خدا به حال ملت هرات رحم کنید. به خاطر خدا مردم هرات برای شما رأی داد، شما رو به عنوان نماینده در مجلس سنا و پارلمان شما رو فرستاد. ولی برای مردم هرات چی کردین؟ یک متر مکعب آب در هرات از ساحل خود داخل هرات به 25 افغانی فروخته میشه. محمد شفیع جان امینی، افغانی بود، امروز به 5 افغانی برای مردم هرات فروخته میشه. محمد شفیع جان امینی، فکر میکنم یکی از نماینده های هرات که ملت هرات به او رأی داده بودن خانم ناهید فرید هست. فکر میکنم وکیل هرات است، درست است؟ اون وکیل مردم هرات نیست، او یکی از جاسوسای ایران هست که برای از هرات کار میکنه. خب از هرات رأی گرفته به پارلمان رفته بود. از هرات رأی گرفته به پارلمان رفته بود. اونا کسایی بودن که از بیرون برای از اونا رأی دادم، اونا رو بردم، اونا نمایندگی از مردم هرات نمیکنن. اونا اگر نمایندگی از مردم هرات میکردن، مردم هرات هدف من با تظاهرات ها شرکت کردن. محمد شفیع جان، هدف من این بود که او به عنوان یکی از وکلای پارلمان، یکی از وکلای هرات در پارلمان افغانستان، وکیل هرات هست که به آنجا رفته و در حرکت جنبش روشنایی ما دیدیم که یعنی یکی از پیشتازان بود، یکی از کسایی بود که در جنبش روشنایی حضور داشت، همیشه در تظاهرات هایشان، در سر و صداهایشان، و میخواست که برق که از ترکمنستان میاد باید از مسیر بامیان بگذره، نه از مسیر بغلان. اونا رو من نمیتونیم، اونا رو من نماینده های خود بخوانیم. اونا کسانی هستن که نان را درست میخورم پاسبانی و کشورهای و بامیان و دیگه ولایات افغانستان میکنم. اونا رو ما نماینده خود عزیز نمیدانیم. نماینده ما شهیدزاده هست، نماینده ما قاضی نظیر احمد انیسی هست، نماینده ما فاروق مجروح هست. اینا نمایندگی مردم هرات هست. به خانم ناهید فرید چه فایده میرسید؟ محمد شفیع جان، به خانم ناهید فرید چه فایده میرسید که برق که از ترکمنستان وارد افغانستان میشد او از مسیر بامیان بگذرد؟ خب بامیان در کجاست و هرات در کجا؟ این از هرات است. به او چه فایده میرسید؟ یک چیز به
به خاطر مسائل مذهبی است که اونا هم مردم بامیان جز مذهب خود میدانم، ولی این متاسفانه که این یک چیز بسیار یک کار هستی که این انجام میدم. نباید بیاییم از شما رای از مردم هرات گرفتیم بیاییم به کنار مردم هرات استاد باشیم که امروز مردم هرات به چی وضعیت زندگی میکنن. اینا کسانی هستن که از کشورهای بیرونی برای از اینا رای دادن، اینا رو به عنوان نماینده و در جنبش روشنایی هم محمد شفیع جان، در جنبش روشنایی هم فکر نمی کنم که از ملت بومی و باستانی بامیان 10% هم باشد. تمام اینها از بیرون بامیان بودن و تلاش داشتن که برق ترکمنستان از مسیر بامیان برود. تعدادشان وکیلای هرات بودن، وکیلای کابل بودن، وکیلی ارزگان بود. کسایی هست در پشت از اینا دیدیم که برنامه شما گرفتیم که دستای بیرونی در پشت سر از اینا هست. تشکر میکنم. برای از اینا سرمایه میده، برای از اینا پول میده. اینا باستانی از این کارا میکنن. ما با صراحت کامل میگیم که اینا نمایندگی از مردم هرات نمیکنن و نخواهد هم کرد. اگر احمد بهزاد، اگر نایب فرید، اگر یک دیگر مثل امثال از اینا مثل بله احمد بهزاد رو من فراموش کرده بودم. به نام خوشک میگم او هست. اینا مورای ایران هست. رای از مردم هرات گرفتن و برن به کنار جنبش روشنایی هستن. اگر شما به واقعیت مسلمان هستین، اگر به واقعیت از یک شهر رای گرفتین، بعد وقتی که اعتراض مدنی بلند میشه که هر کس میخواد از هر ولایتی باشه بیاین در کنار حق استاد باشین، بیاین در کنار ناحق استاد نشین. ما میخوایم که نماینده های دیگر ما که صدای ما رو شاید بشنون، ما به سر از اینا میخوایم از اینا صدا بزنیم که بیاین به حال مردم افغانستان رحم کنیم. هر کس که از هر ولایت گرفتیم همه موضوع خصوصی نسازیم، موضوع مختص یک ولایت نسازیم و تنها به این نمیشه که همه بریم در کنار یک ولایت بستیم. هر کدام شما که به رخصتی‌های خود میایم باید مشکلات ولایت خود انتقال بدیم به مرکز افغانستان، برای جمهور و برای رئیس که اینا رو مردم با گلپاشی به اینا برای از اینا رای داد، به خاطر از اینا پنجه‌های مردم هرات قطع شد. ولی مزد هرات ایست یک دانه وزیر دادم به عنوان وزیر انرژی و آب، یک دانه وزیر داره، وزیر دیگه هم داشتیم که وزیر استعفا داد، ولی متاسفانه حق ملت هرات هیچ کس نگیرید. تشکر میکنم محمد شفیع جان امینی. تشکر میکنم. من به عنوان پیشوایم ولی اونا برای از ملت کار نکردن. تشکر میکنم محمد شفیع جان امینی از تماستان و از صحبت‌های جالبتان. بیننده های پشت خط داریم. برنامه خوب شما. السلام علیکم. تشکر از شما و خدا حافظتان. بله بیننده های عزیز، قسمی که من نام خانم ناهید فرید را گرفتم و احمد بهزاد هم، این دو وکیل برحال هرات هستند که در جنبش روشنایی شریک بودند، بلکه از سران جنبش روشنایی بودند که میخواستند برقی که از ترکمنستان وارد افغانستان می شود باید از مسیر بامیان عبور بکند. یعنی چه منفعت برای احمد بهزاد و ناهید فرید و امثال اینها در آنجا نهفته بود، این را الله میداند. تا حال ما پاسخ این را دریافت نکردیم متاسفانه. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. صدای بیننده را ندارم احمد جان. بله بیننده عزیز فکر میکنم مشکل از طرف شماست. اگر لطف نموده دوباره تماس بگیرید تا صدای شما را داشته باشیم. بیننده بعدی را میگیریم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بله السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز بفرمایید. صدایتان واضح نیست، لطف نموده از جایتان را اگر تغییر دهید. نه متاسفانه صدای شما واضح نیست. متاسفانه صدایتان واضح نبود بیننده عزیز. اگر لطف نموده دوباره تماس بگیرید تا صدای شما را واضح داشته باشیم. بیننده بعدی را میگیریم.
بله سلام علیکم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده عزیز خودم معرفی کنید، از کجا تماس میگیرید؟ جاوید عثمانی هستم از ولایت تخار افغانستان، با شما هم کلام هستم. خوش آمدید برادر جاوید. بفرمایید در مورد موضوع برنامه ما کلیپی را نشر کردیم از اوضاع مهاجرین افغان در ایران که توسط نیروهای انتظامی ایران مورد شکنجه قرار می گرفتند، یا موضوع دیگری را خودتان اگر خوش دارید روی موضوع دیگر مرتبط با افغانستان باشد بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد نهایت عزیز و مهربان رحیم سید گرامی، شما همیشه در خدمت ما هستین. میگه تشکر فراوان از اینکه باز هم صدای ما را از طریق شبکه جهانی میصالحت به گوش مقامات و به گوش تمامی جهانیان میرسانید. جهان سپاس از شما و از تمامی همکاران شما در شبکه جهانی میصالحت. من میخواستم روی دو نکته البته اشاره بکنم. یکی میخوایم در مورد رهبرای افغانستان چند نکته یادآور شوم و بعدش هم یک پیام برای مردم افغانستان هم دارم. بسیار خوب. در مورد رهبران افغانستان چی میخواید بگویید؟ ما برای رهبرای افغانستان یک پیام دارم. پیام من است که رهبرای افغانستان از خدا بترسن، شرم و حیا داشته باشن، از این قدر زیادتر از این ملت مظلوم و بیچاره استفاده ابزاری نکنن، بمانن ملت ما را که ملت ما خودشان سرنوشت خود تعیین بکنن. قسمی که شما میبینین این رهبرها همیشه از مردم افغانستان در تمامی عرصه ها فقط استفاده ابزاری میکنن. ملت افغانستان اینا چوبی سوخت جور کردن به خاطر منفعت های خودشان. اینا رهبرای نارهبر هستند. اینا رهبرای واقعی مردم افغانستان نیستن و اینا چه رهبرای جهادی و چه رهبرای غیر جهادی و تکنوکراتایی که از غرب تحصیل کرده آمدن، همه از اینا در فکر جیب خود هستند، همهشان در فکر اولاد خود هستند، در فکر ساختن آینده خود هستند. اینا هیچ به درد ملت افغانستان نمیخوره. شما ببینید در وقتی که پروسه های ملی قبل انتخابات و بازگفات در افغانستان برگزار میشه، این رهبرها به تمامی نقاط افغانستان سفر میکنن، به مردم دروغ های بسیار بزرگ میگن، به مردم وعده های بسیار کلان میکنن که ما به شما خدمت میکنیم، ما به شما پول میسازیم، ما به شما برق میاریم، ما به شما آب آشامیدنی صحی میاریم، ما به شما مکتب جور میکنیم، کلینیک جور میکنیم. کلی از دروغ است. هیچ چیزی اینا برای ملت افغانستان انجام نمیدن. اینا کلشون دروغ میگن و همین ملت ما است که به شکل گوسفند و یک اینا حرکت میکنن، با یکدیگر مشتهم میشن. خب پس ملت اینجا ملت بیشتر از این رهبران ملامت هستند که خود را گوسفند ساختن و هر بار فریب این رهبران را میخورن. ما میریم به طرف ملت هم میریم. ما اول بر رهبرایی را میگیم که همین رهبرا وجدان داشته باشن، به این حد به وجدان نباشن، به این حد ملت ما را به گرد خود نگیرن، کمی از خدا بترسن، خدمت کنن برای ملت. شما ببینن ما از تخار هستم، در طول چندین سالی که 20 چند سالی که ما میبینیم، 30 سالی که میبینیم، تجربه ای را ثابت کرده که این رهبرها هیچ چیزی برای ملت نکردن. شما ببینید بجز از چند کشوری که اینا جوانای افغان از طریق تقدیم سالشون از طریق اینترنت البته بعد از بورسیه‌ها معرفی میشن، در تمام بورسیه‌ها که ما میبینیم در مجموع اولاد یعنی رهبرها شانس اول دارن، در بهترین دانشگاه‌های دنیا اینا درس میخوانن، در بهترین کشورها به شکل مرفه و آرام زندگی میکنن. از رئیس جمهور ما گرفته تا وکیل پارلمان اولادشون در خارج زندگی میکنن. و از ملت ما فقط استفاده ابزاری میکنن. گفتم بجز از چند کشور که اونا از طریق اینترنت سند تقدیم میشن و یک تعداد از جوان‌ها دو پانزنا جذب میشن که درس میخوان، در غیر از او همین شکل. دیگه خانواده‌هاشون در خارج زندگی میکنن، فقط در وقت رای شد میان دروغ میگن ما بعد سرک بسازیم، ما نه سرک داریم نه آب داریم. در هیچ جای افغانستان خصوصا در تخار سرک نداریم، آب نداریم، برق نداریم، هیچ چیزی نداریم. و دیگه ای که ما در اینجا از رهبرا کردن ملت افغانستان از زیادتر مقصر میبینم. اینا هم اشتباه بزرگ انجام میدن که بدون این رهبرای نارهبر میرن
یک بار، دو بار، سه بار، اینا چندین بار فریب خوردن، باز هم فریب میخورن، باز هم میرن. این شما ببینید در انتخابات های گذشته ما شاهد بودیم در منطقه ما، اینا به خاطر طرفداری از رئیس اجرایی فعلی و رئیس جمهوری فعلی با دست بالا یکدیگر حواله کردن، یکدیگر از بین بردن، زخمی ساختن، از یخن یکدیگر گرفتن، به سر پوز یکدیگر زدن. و در اواخر ما میبینیم با آمدن بعضی از رهبرایی که تا حال به شکل ناراض بود، رهبر حزب اسلامی که حالی به افغانستان آمده در اواخر، شما امیال ما را داخل افغانستان هستیم، وضعیت در اینجا قسمی هستی، یعنی مردم به فازها و به بخش‌های مختلف جدا جدا تقسیم شده، گروه‌های خرد و کوچک به بخش‌های جداگانه تقسیم شده، همه روز مشت به هم با یکدیگر هستند، به سر روی یکدیگر حواله میکنن. در شبکه‌های اجتماعی ما اگر سر بزنیم همیشه توهین، تحقیر، رد و بد گفتن یکدیگر است. فقط این رهبران ما را بین هم انداختن و ما هم به شکل دیوانه‌وار مردم افغانستان همون تو به پیش میرن، همیشه خود با یکدیگر درگیر میکنن، در حالی که این تجربه ثابت دیگه رهبر با ما هیچ نمیرسن. پیام برای مردم افغانستان اینی هستی. خب ملت چه کنه؟ ملت چه کنه؟ برای مردم پیام برای ملت افغانستانی هستی. اینها با خود فکر بکنن، اما عقل خود به کار برسن، دیگه از پشت این رهبرا نروند، این رهبرا را از این کده بیشتر قدرتمند نسازن. این مردم افغانستان کوشش کنن که خود یکدیگر خود با آغوش بگیرن، دست به دست هم بتن، دست برادری بتن، مسلمان برادر مسلمان است. از رهبر حزب اسلامی و جمعیت اسلامی و جمهوری اسلامی به اینا هیچ چیزی نمیرسن بغیر یعنی دربدری، نفاق، بدبختی. شما ببینید همین کسایی که از این رهبرا میرن همیشه به سر و صورت یکدیگر میزنن، نان خوردن ندارن، امنیت ندارن، هیچ چیز ندارن، زندگی آرام و مرفه ندارن. چپلق پاش پاره شدن، چپلق پاش توان خریدن ندارن، اما از رهبرا حمایت بکنن. پیام بسنه همین است که دیگه بیان سر حال شون، دیگه بدون این رهبرا زیاد نرون. رهبرا هیچ چیز جور نمیشه برای این سری عزیز. فقط از این رهبرا همین قدر جور میشه که فاصله بین مردم زیاد میکنن، قدرت اینا را تمدید میکنن. خود اینا بالای ما قدرت کردن، خود اینا بالای ما حکومت کردن، خودی از اینا ما خوش باشیم خبر باشیم اینا بالای ما حاکم هستن. این هدف معزی است که ولی فرزندانشان دارن حکومت میکنن، خودشان تا حال نرفته، فرزندانشان را وقت سر ما رهبر ساختن. بله اشاره معنی است، اشاره معنی. شما ببینید در افغانستان رهبرای جهادی، رهبرای غیر جهادی در مجموع کسایی که به هر شکل اینا از بین رفتن، به شکل حکومت‌های شاهی برای بچه‌هایشان مونده. اگر یک رهبر جهادی نمیره بچه‌ش وزیر خارجه میشه، بچه‌ش معاون امنیت میشه. خود حکمتیار تانز نمورده، بچه‌هاش فعلا نام سری زبان هاست. رهبر حزب جنبش تانز از بین نرفته، بچه‌هاش روز به روز بچه‌های خود مطرح کرده میره. و از اینا و ملت افغانستان هیچ چیز نمیرسه. هدف معنی است که ما این مبارزه را باید جوانا ملت افغانستان آگاه شوند، این مبارزه را انجام بدن و دیگه همین مشکلات بالای ما آمده، ما این را کوشش بکنیم که همین مشکلات بر نسل‌های آینده از بین بره. اگر ما امروز جلوی پیشرفت اینا را نگیریم، اگر اینا را از این زیادتر قوت بدیم، اینا را از این زیادتر جرأت بدیم، همین که اونا را از شانه‌های خود پایین کنیم خودش کفایت میکنه دیگه. اونا بر شانه‌های ما سوار هستن، این همه جنایت هم میکنن. پیام میدانی است که ما از طریق تلویزیون جهانی مثال هست صدای خود بر تمام جوانای افغانستان، در ملت افغانستان میرسونم که دیگه این رهبرا را از این زیادتر قدرتمند سازن. اما خود ما با مشکلات هستیم، بعد ما مبارزه باید بکنیم، اینا را از شانه‌های خود پایین بکنیم تا اینکه نسل بعد اولادای خود از جنجال از اینا نجات بدیم. واقعا تشکر میکنم آقای دیگه رئیس گوش کنن. بله. در مورد کلیپی که شما نشر کردن، ما اگر این کلیپ اگر ببینیم این برای ما بسیار جای شرم است، ننگ است که ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک ما کشوری بودیم که تاریخ ما را کل دنیا میدونه. افغانستان تاریخ بیش از 50 سال داره، کشوری ابرقدرت دنیا بود، نه پاکستان نه ایران، هیچ کشوری همسایه هیچ سخنی برای گفتن در برابر افغانستان نداشتن، در برابر جوانان افغانستان توان استفاده نداشتن. شما میبینید تاریخ مطالعه کردن 7 بار افغانستان بالای هند لشکرکشی کرده، هند بزانه داره و هند امروز کشوری حکومت حکومت پاکستان همچنان، ایران به همین شکل. امروز ببینید که ما در کلیپ شما پخش کردیم دیدیم، یعنی نهایت احساس حقارت کردیم، نهایت احساس پایین بودن کردیم که ما فعلا در دنیا به عنوان یک انسان
مورد پذیرش نیستیم. ما امروزه انسان درجه 2 درجه 3 هستیم در دنیا. ما به عنوان انسان درجه اول پذیرفته نمیشیم، در حالی که انسان ها خصوصا مسلمان ها اشرف المخلوقات است، همه یک جایگاه داره و این هم از دست خود ماست. این هم دمی که توهین نشینی هم از دست ماست. بیشتر هم اشاره به همین بود. اگر ما هوشیار شویم، اگر ما رهبرای خود درست انتخاب بکنیم، اگر ما این نارهبرا را زیادتر قدرتمند نسازیم، ما باور کنیم از این مشکلات خلاص میشیم ان شاء الله. تشکر میکنم. اگر از این رهبرا حمایت کرده بریم، همین است که بروز ما از این بدتر میشه. این خوب خیلی خرد است، شاید از این بیشتر ما توهین کنیم. واقعا تشکر میکنم برادر جاوید عثمانی. تشکر از صحبت‌های جالبتان. متاسفانه هر بیننده ما که تماس میگیرن از این رهبرا، از این مسئولین، از این حکومتدارا، از هرات هم اگر کسی تماس میگیره شکایت داره، از مرکز افغانستان، از پروان هم اگر کسی تماس میگیره عین شکایت را داره و اگر کسی از شمال افغانستان تماس میگیره او هم عین شکایت را داره. این دلالت بر این میکنه که این ملت چقدر فریب خوردن توسط این رهبران نارهبر به گفته برادر جاوید عثمانی. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. سلامت باشید بیننده عزیز. خودم معرفی میکنید، از کجا تماس میگیرید؟ اسم من الله منزله افغانستان. لطفا اگر صدای گیرنده‌تان را خاموش کنید و از گوشی تلفن صدای ما را بشنوید بهتر خواهد شد. بله، متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز لطف نموده میتونید که دوباره تماس بگیرید چون تماس شما قطع شد، صدایتان هم واضح نبود. بیننده بعدی را میگیریم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام و رحمت الله. سلام عرض ادب دارم خدمت شما استاد بزرگوار و تمام کارکنان شبکه جهانی مثال حق. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر گرامی خودم معرفی کنید و از کجا تماس گرفتید؟ مریم احمدی هستم از ولایت کاپیسا تماس گرفتید. خوش آمدید. بفرمایید در مورد موضوع برنامه ما که صدای شما هست، دیگه موضوع برنامه ما هم صدای شماست، در مورد چی میخواید صحبت کنید؟ من میخوایم اول درباره همین کلیپی که پخش کردین بخاطر درباره همین صحبت کنم، بعدا در موضوع حجاب انشالله صحبت هایی داشته. بفرمایید مختصرا که بیننده‌های زیاد پشت خط داریم تا به اونها نیز نوبت داده بتانیم. درست است. بفرمایید. ما اول میخوایم درباره همین کلیپی که امروز پخش کردین اینو بگویم که به جمهوری اسلامی ایران که ما او را اصلا جمهوری اسلامی نمینامم، به خاطر که حتی یک کافری که وقتی در مملکت یک اسلامی میاد باید وقتی که به دین ضرر نرساند باید به او چیز یک قسم رفتار نشه با کافری حتی که مسلمان است و در برابر ازی که حتی همسایه ایران است افغانستان که این قسم برخورد با افغانی های ما میکنن و رئیس جمهور و رئیس اجرایه این را میگویم که بسیار انسان غیرت هستند که امروز به افغانی های ما در هر جا حتی در سراسر کشور عزیز ما خیلی رفتارهای بدی می شود در ایران، در افغانستان، در هر جا، ولی رئیس جمهور افغانستان هیچ عکس العمل نشان نمی دهد. خیلی متاسفم و خیلی اینها را انسان های بی غیرت می نامم. درست. در مورد موضوع بعدی چی بود؟ و موضوع بعدی میخواستم که در موضوع حجاب صحبت داشته باشم. صحبت ما در مورد حجابی است که امروز در رسانه های افغانستان سر تا سری که در افغانستان که هر جا رسانه است، رادیو هست، به ضد اسلام، به ضد حجاب، به ضد مسلمان ها کار میکنن. حتی ما یک تلویزیون یا یک رادیو را ندیدیم که همش در مورد اسلام و در مورد حجاب زن مسلمان در به فایده افغانستان حتی باشد. هدفتان تلویزیون های افغانستان است؟ بله. در تلویزیون های افغانستان امروز چی میگذارد؟ همه دخترهای افغانستان را بیرا و بدرا کردن، بچه های افغانستان. اصلا رئیس جمهور و رئیس اجرایی اصلا با
تلویزیون های افغانستان را جور کرده تانستن، نه به ملت افغانستان کدام کمک کردن. اصلا هیچ به کار نمیاد که این قسم یک رئیس جمهور رئیس اجرایه. بله. و میخواستم به خواهرای عزیز افغانستان میره بگویم که باید ما هیچ وقت از رسانه ها دین خود را نگیریم. دین ما دین اسلام است، به خاطر که حجاب کس یک امر الهی است، یک عبادت بزرگی است که ما باید از اوامر الهی دین خود را بگیریم، نه تبلیغات رسانه های غربی که همش بعضی اسلام است، بعضی تلویزیون هایش رادیوها همه ضد اسلام است. امیر میخواستم به خواهرای عزیزم بگوییم که از اسلام کرده، از امر الهی کرده هیچ چیزی برای ما بهتر نیست. باید خواهرای افغانستان ما بیدار شوند که امروز تو کسای سرکار آمدن و فایده من تو کار نمیکنن به غیر از این که من تو را بیرا کنن. واقعا شما عزیز رسانه های افغانستان گفتین که اینها همیشه با برنامه هایشان میخواهند که بی‌حجابی را ترویج بکنن. آیا در میان دختران و خانم های افغانستان تأثیری گذاشته این رسانه ها بی‌حجابی؟ شما میبینید، شاهدش هستید یا خیر؟ چشم دید شما چی است در کاپیسا؟ بله گذاشته، اون قدر که کار کردن اون قدر نگذاشته. گذاشته چرا نگذاشته؟ وقتی که یک چیزی که در یک مملکت دست به کار شد حتما تاثیر خود داره، ولی خیلی خوشحال هستم که اون قدر کار کردن اون قدر تاثیر نگذاشته است. درست. تشکر. این قدر رادیوها را که به هزاران رادیو و هزاران تلویزیون ها را که میبینی اونقدر تاثیر نکرده بالای جامعه. ولی یک تشکری خاصی هم داشتم از شبکه جهانی سال 7 که خیلی خیلی در ولایت کاپیتا تاثیر خودش گذاشته. خیلی از تمام استادان عزیزم تشکر میکنم. تشکر از شما. از برنامه‌ای که شما گذاشتید، صدای شما خیلی ممنونم. تشکر میکنم خواهر مریم از کاپیسا. تشکر از صحبت‌های جالبتان. خداحافظتان. بیننده های عزیز، میان برنامه کوتاهی را میگیریم و باز هم برمیگردیم، البته با صدا و تماس های گرم شما. با ما باشید. خطاب به سعدی شیرازی رحمت الله علیه. سعدیا دیده گشا حالت دنیا بنگر، ماجرای دل آواره شیدا بنگر. بشریت شده دیوانه خودخواهی و آز، حال این خودکش دیوانه رسوا بنگر. به گمان تو بشر یک به یک اعضای همند، اینک ای شیخ اجل این همه اعدا بنگر. ملتی غرق به خون گشت و ننالید کسی، وضع همدردی و غمخواری اعضا بنگر. سعدیا دیده گشا حالت دنیا بنگر، ماجرای دل آواره شیدا بنگر. ای که در دیده تو بود جهان خرم و شاد، اینک این صحنه خونریزی و یغما بنگر. ای که در دیده تو بود جهان خرم و شاد، اینک این صحنه خونریزی و یغما بنگر. آدمی را که به نزد تو مقامی است رفیع، لعبت فتنه و ویرانی و غوغا بنگر. بشریت شده دیوانه خودخواهی و آز، حال این خودکش دیوانه رسوا بنگر. دل وی مست شده صورت آن بر جای است، پسر آدم و دوشیزه حوا بنگر. راستی و شرف و دوستی و مهر و وفا، حرفهایی است که افتاده ز معنا بنگر. راستی و شرف و دوستی و مهر و وفا، حرفهایی است که افتاده ز معنا بنگر. سعدیا دیده گشا حالت دنیا بنگر، ماجرای دل آواره شیدا بنگر. یک قدم دور ترک ملت همسایه خیش، غرق در آتش و خون
بی کس و تنها بنگر. بدتر از ظلم هلاکو و زوال بغداد، حالت کشور آتش زده ما بنگر. سعدیا دیده گشا حالت دنیا بنگر، ماجرای دل آواره شیدا بنگر. جای گل مشهد خونین جوانان وطن، هر قدم پهلوی هم در دل صحرا بنگر. شهرها سوخته در آتش بیداد و ستم، دود آن سرزده در گنبد خضرا بنگر. ناز پرورد حیا مظهر ناموس و عفاف، دختر غرق به خون چون گل حمرا بنگر. ورق اقدس قرآن که خدا نامه ماست، پشت درهای مزابل به ته پا بنگر. طرفه کاری است که آن تشنه به خون مردم، بر سر صلح هنوز است به دعوا بنگر. شکوه از دشمن خونخوار ندارد سودی، وز سرمازده سرد احبا بنگر. شکوه از دشمن خونخوار ندارد سودی، وز سرمازده سرد احبا بنگر. سعدیا دیده گشا حالت دنیا بنگر، ماجرای دل آواره شیدا بنگر. بشریت شده دیوانه خودخواهی و آز، حال این خودکش دیوانه رسوا بنگر. به گمان تو بشر یک به یک اعضای همند، اینک ای شیخ اجل این همه اعدا بنگر. سعدیا دیده گشا حالت دنیا بنگر. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی. البته در این قسمت از برنامه قلب آسیا، این برنامه را ما اختصاص دادیم برای صدای گرم شما بیننده های عزیز که تماس میگیرید و موضوعاتی را که میخواهید روش بحث بکنید میتونید بحث بکنید. البته مهم این است که موضوع مرتبط با افغانستان باشد، چون برنامه قلب آسیا ویژه برنامه افغانستان هست. احمد جان شماره برنامه را باز هم زیرنویس کردن. بیننده های عزیزی که میخواهند با ما در این برنامه اشتراک بکنن و سهم شوند، گفتنی های خود را مطرح بکنن، میتونن که ثقافت اسلامی افغانستان را هم از دانشگاه های دولتی یا خصوصی در کابل برگزار کرده بودند که از خلال این کنفرانس و از خلال این انجمن میخواستند برای بهبود اسلامی موقف گرفته بودند و حرفهای پایین و بالایی را مطرح کرده بودند در مقابل آنها ایستاد شوند و مبارزه بکنند. واقعا یک اقدام خیلی نیک و ستودنی هست از استادان مضامین ثقافت اسلامی در تمامی دانشگاه‌های افغانستان. امیدوار هستیم که در این فعالیتشان موفق باشند. از خداوند متعال برایشان دعا میکنیم و دعا میخواهیم که الله متعال یار و یاورشان باشد. این خبر خوشی بود که این انجمن و یا این کنفرانس در کابل امروز برگزار شده بود و از سر تا سر افغانستان اساتید مضامین ثقافت اسلامی حضور یافته بودند. بیننده دیگری را ما میگیرم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. استاد محترم رحیمی صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز خودم معرفی کنید و از کجا تماس گرفتید؟ روح الله قریشی هستم. روح الله جمشید قریشی از کابل که شما هستم. حاج صاحب روح الله جمشید قریشی، بیننده دائمی برنامه قلب آسیا، چند مدت گم بودین شما؟
متاسفانه سرگردانی های روزگار است که گاهی برنامه‌تون را تعقیب میکردم اما نمیتونستم که با شما در تماس شوم، اما برنامه‌تون را تعقیب میکردم. ترسیدم که نزد امام زمان شیعیان نرفته باشید، غایب نشده باشید. خدای نخواسته خداوند تا چی میگن خاک پای ما را وسون نبره. بسیار خوب. بفرمایید در مورد چی میخواید صحبت کنید شما؟ موضوع بحث امروز خواستم که روی موضوع فعالیت‌های روافض و تشیع در افغانستان کتان بحث کنم. در مورد فعالیت‌های شیعه در افغانستان صحبت میکنید. کلیپی را که ما در آغاز برنامه نشر کردیم از برخورد خیلی انسانی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران با افغان‌ها دیدین شما؟ متاسفانه وقت جماعت بود، وقت تشکیل جماعت بود، ما با جماعت رفتم، بعد از دیگه جماعت آمدم نتونستم کلیپ دیدم تا موضوعات شنیدم که اونا همیشه وقت این یک بار نیست، بار اول نیست، بار دوم نیست، بار سوم نیست، این با لک‌ها بار تا فیلم تکرار شده. تنها بالای اهل سنت افغانستان یا مردم افغانستان نه بلکه تمام مسلمانایی که در ایران گاهی وقت گذرشان میشه یا مسیرشان میشه، اینا در تمام دنیا یکی از رفتارشان است، عملشان است اینا. واقعا. خب آقای صاحب جمشید در مورد فعالیت‌های روافض گفتین در افغانستان صحبت میکنید. چی صحبت میکنید؟ آیا فعالیتی هم دارن آنها؟ فعلا خود یادآور داریم میشم. در زمانی که اول ما در افغانستان گاهی وقتی در مجالس یا محفل‌های بزرگ و خرد گاهی وقتی که ما یادآوری از تشیع یادآوری میشه، حتی از طریق رسانه‌ها یادآوری میشه، اونا دفعتاً موضوع اهل هنود پیش میکنن که ما اهل هنود هم در افغانستان است. ما میگیم اهل هنود قبلا مثال همو زمان پیامبر سلام که یهود و نصارا هم پیمان شدن، پیمان امضا کردن در مدینه منوره. هیچ مشکلی نداشت، کدام در مسائل دینی مداخلت نداشتن، در مسائل مسلمانان دخالت نداشتن، زندگی میکردن، در امن زندگی میکردن. ما میگیم در افغانستان هم همین رقم باید اگر زندگی کنن، چون هندوهای افغانستان فعلا که زندگی میکنن در افغانستان هیچ نوع دخالت در امورات دینی، مذهبی، حتی سمتی و روش و منطقه‌ای ندارن. هندوستان هیچ نوع معامله تا فعلا در این مسائل هنوز دخالت نکرده که در مسائل دینی و مذهبی ما دخالت کنن. یعنی هدفتان این است که از هندوهای افغانستان هیچ ضرری به ملت افغانستان نمیرسه؟ از هندوهای افغانستان نمیرسه، بله. فقط اما یک تعداد نجومی هایی که هست، اما فالبینای میگن هندو است، در جاده های کابل هر جا نشستن و تو ما رو تعویض میتن. اونا را متاسفانه که تا جایی را سرشان کار کرده رایستیم، کوشش میکنیم از هر گوشه و کنار. او هم یک نقطه است که ظرفیت های خود ما است، دخالت های از اونا نیست، دخالت های مشکلات خود ما است. ما با مشکلات خود باید بپذیریم که دولت افغانستان، وزارت اوقاف افغانستان، شورای علمای افغانستان یک اعلامیه را در این باره تا امروز پخش نکردیم. بار ما با این نقاط سر خوردیم، بار با این مشکلات را دیدیم. میگذاریم از اونها هم ان شاء الله سرشان بحث میکنیم، اما گپ اصلی ما سر روافض و اهل تشیع افغانستان است. بفرمایید. اینا فعالیت‌های از اینا به حد بساط امروز در همه جای شده که ما شما میبینیم که نقاط مثلا فعالیت‌های سیاسی از اینا که ما میبینیم در داخل افغانستان با مقایسه با هندوها به اندازه کافی امروز از 10 برابر 100 برابر بالاتر رفته. علت و عوامل از چی است؟ علت عواملش ما اول امیر میبینیم که جنگایی را که در زمان سال 1357 که شروع شد، اونا تانستن از این نقطه سیاسی افغانستان استفاده کرده و داخل افغانستان شدن. امروز به یک دانه سرطان اینا مبادر شده برای ما. و متاسفانه که ما مردم افغانستان، خصوصا رهبرای جهادی، مردم قطعا در این مورد تا توجه خاصی نداشتیم که از این نقطه را بگیرن. گاهی ما جنگای کابل داخلی را میبینیم که رهبرای ما گاهی یکی در بغل گرفت، گاهی دیگه که خود میفهمیدن با واسطه که میفهمیدن که ما دشمن الله، دشمن رسول و با تمام سنت رسول الله مخالفت دارند، با تمام سیستم دعوت اسلامی مخالفت دارند، هم پیمان با یهود و هم پیمان با کفار هستند، بازم اینا رو در بغل گرفتن که تا امروز دوام دارد. متاسفانه. زمین محترم، ما از مسائل پانتون‌هایشان یاد میکنیم. ما ببینیم که امروز در داخل کابل ما یک کوچک یک برتان نام میگیرم، پیام نور است، آزاد اسلامی است، راضی است، ابن سینا است، تفصیلاتشان کرد. جامعه مصطفی است، فاطمه نبیین است، غرجستان است، کاتب است که این شما ببینید وقتی که ما درد ما در زمین میشه از علمای کسایی که معامیر خیر است، علما در اونجا میرن وقتی که تیزیس خدا نشته میکنن از پیش از اینا سند میگیره در این مسائل تطیع و دروغ از اینا که در کتابایشان نشته شده از پیش علمای اهل سنت
خدا شاید است که من اینا سند دارم و اسناد دارم که از پیشم در تیزیست از پیش از اینا سند گرفتم و دروغ خدا سر از اینا امضا گرفتم. متاسفانه. و در پالوش رئیس محترم میشنم؟ بله کاملا میشنم، بفرمایید. و اینا یک برنامه دیگه را که در افغانستان گرفتین که که فعلا که یا میخواین که یک دروازه عمومی را ساختیم که خصوصا در هرات زمانی که یکی از خلیفای از اینا به هرات باعث والی میشه و چونی برنامه ریزی شدگی بود، والی هرات میشه شهرک ها را در همسرحد با ایران و همونطور به سرحد قدم به قدم تا سایه غوره اینا را راهنمایی میکنه و اندازه‌گیری میکنه که یا تا اونجا راه عبور مرور خود داشته باشن که بتونن از اون مسیر از غور به بامیان و از بامیان به کابل و از کابل به لوگر همینطور بچون پکتیا تا سایه که یک قضیه خرد کوچک شنشین آمد اینا ارتباطات صلاح و مهمات داشته باشن که فعلا همین مسیر خود فعلا در حالت بسته کرده است. متاسفانه هیچ کسی همه مردم تمام سیستم در دست از اینا قرار داده. از هرات شروع تا غور و از غور و بامیان و از بامیان با کابل و از کابل از ریشم دستایی که تک اصلا کردی نمی باشه اینا برشان خانه داده میشه، زمین داده میشه، جور میشه. بانک های است که بانک های ایران که به نام آریان بانک است که فعلا فعالیت های سیاسی میکنه، تمام احزاب اهل تشیع که کوچکتر باشه خرد باشه هر نوع فعالیتی که برده اهل سنت کنه و اینا بتونن استفاده کرده آریان بانک تمام پول مکمل در خدمتشان قرار میده. پول ملت مسلمان ایران است که اگر مسلمانایی که در ایران هستن اینا بفهمن که پولشان در دسترس بیگانه ها قرار میگیره بر ضد مسلمانای دیگه اینا بفهمن. امروز پولشان از طریق آریان بانک به تمام رهبرای تشیع و به تمام کسایی که فعالیت‌های سیاسی میکنن، فعالیت‌های ضد اسلامی میکنن و اینا با بدون از ما در تمام مؤسسات یهودی هم با اینا همکار است. چون وطن در حالت اشغال است، کسی نمیتونه کار کرده، تمام مؤسسات با اینا همکار است. بله. بله میشنویم. و یک نکته را که باز هم جالب است، ما از پانتون ها وقتی که سند یاد میشه برای کشور ایران، بله کشورها برای نه در مسئله تیزیس ماستری و حتی لیسانس شانسای کشور ایران خاص اول برای اهل سنت داده میشه که اگر یا برن درس بخوانن در ایران اول برای اینا داده میشه. درست. وقتی که شانس خواندن تعلیمات نه اول به اهل سنت داده میشه از پیام نور، آزاد اسلامی و جامعه مصطفی و ضیا. درست. امروز ما خود مشاهده کشیدن هستیم، اما متاسفانه که بازم این مردم در اونجا میرن، در اونجا درس میخوانن و اونجا پول خود تحویل میکنن و از اونجا میخوان که بحث کنن، گپ بزنن. واقعا خیلی دردناک است. خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما آقای روح الله از کابل افغانستان که به موضوعات خیلی مهم اشاره کردید. و من یک راه حل اگر اجازهتون باشه که من هم داشتم خواستم که در اخیر از شما پرسان کنم. راه حل چی است؟ ما راه حل قابل از تمام مردم افغانستان که صدا را میشنون امروز و علمای افغانستان میشنون با واسطه که میفهم که در مشکلات اقتصادی قرار دارن، خواهش ما به است که اول این پیام دینه و دوست و دشمن دینه کسانی که پشتوانه دین هستند از روافض شروع تا این اول به مردم برسند و بعد از اون ما از دولت‌های اسلامی بالخصوص دولت عربستان سعودی که صدای ما را امروز حتما میشنوند و مسئولینش، خواهش ما به است که در تمام مساجدهای ما حداقل در ولایت کابل و در دیگر ولایات کشور یک کتابخانه را به دسترس ما قرار بدن. برای از ما قدر معلوم نمیشه، اما برای ما که در یک حالت سخت قرار داریم کتابخانه که علمای ما بتونن از استفاده کرده، کتابایی که ضرورت است که بشناسن مردم و در پالوش علمای ما را حداقلش بتونن در کورسای طویل مدت و کوتاه مدت و یا سمینارهای علمی در کشور عربستان بطلبند که علمای مساجد یک تخصیص خاص برش بتونن از طریق وزارت یا بالخصوص علمای اهل سنت اینا را بطلبند برای اینا یک دوره ها را جور کنند. گرچه از دولت امارات تشکری میکنم که یک تدریب ائمه را جور کردن در افغانستان، اما بسیار فکر میکنم که مفید تمام نشد. گرچه آلو را برای 2 ساله جور کردیم، اما من خواهش ما است که با واسطه که دولت عربستان همیشه وقت کمک کرده در پولوی مردم افغانستان بود و دیگر کشورها حداقلش به خاطر الله بازم همین کمک خود با علمای مردم افغانستان که ما سالهای سال از در درگیری‌های جنگ‌ها منطقه‌ای و جهانی قرار داریم، لطفاً به خاطر الله این کمک که ملت ما بکنین. علمای ما آگاه شوه، مردم ما را آگاه می‌سازه. پیش از که ما بحث‌های مردم شنیدم، بحث‌های برادرای خود شنیدم از افغانستان که
شکش رهبران ملت شک این اینا کل که فقط تیکداری گرفتیم، تیکه گرفتیم، خانه‌داری تیکه گرفتیم. هر کدامشان یک تیکدار قدرت هستند. قدرت فقط مرد بچیش در پالوشت باید بچیش رهبر شد، بچیش قدرت دست بگیره. اما علمای ما را اگر شما این را برسانید و پیام به گوش مردم برسه، این دشمنان بشناسن و این فعالیتایی که روابط در افغانستان شروع کرده، خدا شاهد است که سرنوشت مردم افغانستان حضور به ما بایی است و ملت مسلمان افغانستان که سرنوشت خود است سرنوشت سوریه، لبنان و دیگه کشورهای اسلامی که امروز در زیر در ایران است نسازند. امروز در یک حالت سخت مردم قرار داره. لطفا امیال سر وقت است به خاطر الله به دست هم بتیم. تشکر میکنم. و از مخالفین دولت از این طریق فرضی تلویزیون شما خواهش میکنم که لطفا جاین هم دشمنای کی نادی عزیز کتون کنیم دست که به دست یک بتیم و هم اشغالگرایی که امروز وطن ما را اشغال کرده توفار یهود نصارا. تشکر میکنم آقای یوسف جمشید. تشکر از صحبت‌های خیلی جالبتان. تشکر از شما. تشکر از تماستان. خداحافظ. خداحافظ. بیننده های عزیز، این بیننده ما که حاجی یوسف جمشید از کابل افغانستان در مورد فعالیت های روافض یا ایران در افغانستان صحبت کرد. گفت که از جنگ های داخلی، از جنگ های بین الافغانی اینها استفاده کردن و دیگران مصروف جنگ با هم بودن و اینها فعالیت های خود را ادامه دادن. از جمله فعالیت هایی که کردن، حوزه های علمی متعددی که ساختن از او طریق فعالیت میکنن و همچنان شهرک هایی که با پول ملت ایران در داخل افغانستان برای شیعیان ساخته میشه و از او طریق اینها دارن فعالیت میکنن. صحبت های خیلی جالب بود اما وقت برنامه اجازه نمیداد که از این بیشتر با جناب حاجی صاحب روح الله، حاجی صاحب جمشید صحبت بکنیم. بیننده بعدی رو من میگیرم با اجازه شما عزیزان. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. احمد جان صدای بیننده رو ندارم من. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. خب متاسفانه احمد جان میگه که مشکلی پیش آمده. تا اینکه مشکل تلفن برطرف شوم از احمد جان میخوام که بیا روی مانیتور من کلیپ هست. کلیپ را با هم میبینیم و باز میریم به سراغ تماس بعدی. جناب اشرف غنی کو در چی خواست؟ جناب اشرف غنی کو در چی خواست؟ در زیر پکه دکتر صاحب عبدالله کو ای شامپو خلاص نمیشه. موقعیت میگم والا اگر ترس از هیچ کس داشته باشم از هیچ کس مویماتا تانگ است لیکن ایمان نیست. ایمان ای کجا شد؟ من میرم دیگه پیش نمیره. کی پیش نمیره؟ یعنی اردو دیگران؟ اما کلش ضربتیش اردوش اینه میاد تا نموجا میره یک جلسه است. اوجا تا اوجا میره یک جلسه است. جنگ به جلسه نمیشه. جناب تشکر میکنم احمد جان. بله، این هم کلیپ جالبی از صحبت های یکی از عساکر ارتش افغانستان بود که شنیدین. تنها ملت از این رهبران شکایت نداره، حتی این عساکر دولت که اینها خود را پاسبان دولت یا محافظین دولت میشمارن، اینها نیز از این رهبران و از این مسئولین متاسفانه به تنگ و به سطوح آمدند که صدای اینها و داد اینها نیز بلند شده است. میریم به سراغ تماس بعدی. امیدوار هستم که آخرین تماس باشه چون وقت برنامه هم رو با پایان هست. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم و رحمت الله. احمد جان صدای بیننده رو ندارم. باز هم من مثل که مشکل فنی اینجا هست یا در تلفن هست. متاسفانه صدای بیننده رو نمیشنویم. بیننده بعدی را میگیریم احمد جان. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. بله، مثل که مشکل فنی رخ داده که ما نمیتونیم صدای بیننده را بشنویم. البته
حاجی صاحب جمشید در مورد فعالیت های ایران در افغانستان صحبت میکرد. یک کلیپ دیگه ما داریم که از والی هلمند هست. چند قبل در صفحات اجتماعی فیسبوک به نشر رسیده بود که والی هلمند در مورد حضور نظامیان ایرانی در داخل افغانستان و خصوصا در هلمند صحبت می کند. من از احمد جان عزیز می خوام که کلیپ رو هم اگر به نشر بسپارند. احمد جان بیا روی مانیتور من. مننه. ابتدایی معلومات زمون هم لرو د ګرمسیر شاوخوا بعضې خارجي اخبار راغلي دي چې هغې کې ویل کېږي چې ایرانیان او پاکستانیان شامل دي، د طالبانو په ډلو کې راغلي دي او د بعضې نقطو باندې ګرځېږي. امنیت ملي په دې اړوند باندې خپل تحقیقات او څېړنې پیل کړي دي او چې موږ دقیق ارقام د دو او د دو په اړوند دقیق معلومات ترلاسه کړو، انشاءالله د رسنیو سره به شریکو. ولې څومره چې د دوی په فعالیتونو پورې ارتباط لري، تاسو به معلوم وي چې همیش متاسفانه د موږ دغه دوه ګاونډیو د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کړې ده او همیش غواړي چې افغانان د بدبختۍ کندې ته وغورځي. په دې کې شک نشته. هغه دوه میاشتې مخکې چې لښکرګاه نږدې کومه جګړه پېښه شوه، په هغې کې بالخصوص د ولایت شاوخوا چې مزایل فیر شوي وو، په هغې کې دوه درې انفجار نه و کړی او دا په اثبات ورسېدله چې هغه د ایران ساخت و او یو کال مخکې جوړ شوي په ایران کې. تشکر میکنم احمد جان. بله بیننده های عزیز، صحبت این والی هلمند را شنیدید که چند قبل در رسانه ها نشر شده بود. والی هلمند به زبان پشتو صحبت میکند و میگوید که در منطقه گرمسیر هلمند تعداد از عساکر خارجی اسیر شده است که طبیعت ایرانی و پاکستانی هستند. عساکر خارجی ایرانی و پاکستانی هستند و میگوید در مورد امنیت ملی تحقیقات خود را انجام داده، بعدا تعداد دقیق آنها را به نشر میسپاریم. و سپس میگوید که چند میزایلی که در اطراف ولایت هلمند فیر شده بود، از میان آن میزایل ها ساخت ایرانی برآمده که آن میزایل ها 1 سال قبل در ایران ساخته شده است. پس این عملیات نشان میدهد که ایران تنها در ابعاد فرهنگی و سیاسی افغانستان مداخلت نمی کند، حتی مداخلت های نظامی ایران نیز در داخل افغانستان متاسفانه مشهود و ملموس هست. این هم نمونه هایی است که بعضی مقامات افغانستان و مسئولین افغانستان از بعض ولایت افغانستان قسمی که از هلمند چنین حرف را مطرح کرده و چند قبل از ولایت فرا نیز چنین مطلبی را ما شنیده بودیم که مقامات ولایتی فرا نیز گفته بودند که ایرانی ها در ناامنی فرا و غرب افغانستان به خصوص دست دارند. به سراغ آخرین تماس میریم. آخرین بیننده را من به اجازهتون میگیرم. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. بیننده عزیز لطفا بلندتر صحبت کنید. بله سلام علیکم و رحمت الله. بله سلام علیکم. احمد جان باز هم صدای بیننده را ندارم. خب مثل که مشکل فنی رخ داده است و نمیتونیم تماس های بیننده ها را بگیریم و صدایشان را داشته باشیم. بیننده های عزیز، این بود برنامه این هفته قلب آسیا که عنوانش را گذاشتیم صدای شما و صدای بیننده های عزیزی که تماس گرفتن و در مورد مشکلات و موضوعات مختلف افغانستان صحبت کردن. از تک تک ایشان تشکر میکنیم و بیننده هایی که پشت خط ماندن و ما نمیتونیم فعلا تماس هایشان را بگیریم بنابر مشکلات فنی که متاسفانه اینجا رخ داده است، از ایشان معذرت میخواهیم. معذرت ما را بپذیرید. امیدوار هستم که از این سبک برنامه هم خوشتان آماده باشه. انشاءالله سعی میکنیم که در ماه یکی از برنامه قلب آسیا را حداقل برای بینندگان عزیزی برنامه قلب آسیا تخصیص بدیم و تا از این طریق صداهای ایشان را انعکاس دهیم. تشکر میکنم از احمد جان و فرید جان که پشت صحنه هستند. همیشه عزیزان را تا برنامه بعد به خدای یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله
و برکاته.